درجه هیجان میخوام تا آدرنالین خونمو ببره بالا و یه حال بهتری داره دنیام. دلم اتفاقای خوب میخواد از همین حالا و وقتی امید هست تو قلبم هرچی که میخوام و به دست میارم واسه داشتن فرداهای بهتر بیشتر از هم میشه انگیزه دارم. تو هم بیا با من اینجا حرارت نزدیک نقطه جوشه با حس خوب با انرژی میتونه همه دنیا زیر و روشه. تو هم بیا با من اینجا حرارت نزدیک نقطه جوشه با حس خوب با انرژی میتونه همه دنیا زیر و روشه. من خوبیه همه ی آدمای دنیا رو میخوام پر از انرژیه تموم کارام و تموم حرفام. گاهی فقط باید قصه ها رو پشت سر بذاری واسه خوشی اگه دلت بخواد همیشه بهونه داری. بیا با من اینجا حرارت نزدیک نقطه جوشه با حس خوب با انرژی میتونه همه دنیا زیر و روشه. تو هم بیا با من اینجا حرارت نزدیک نقطه جوشه با حس خوب با انرژی میتونه همه دنیا زیر و روشه. آقا بذار برسیم بعد عکستون تک تک بگیرید. ما راضی نیستیم بدون عکس بگیریم. اینو همه جا گفتیم. خوبی عزیزم. دوباره سلام. سلام. خوبی بخیر. خوب هستین؟ بقیه‌تون؟ الان دارم میام. کجایی من؟ آب موندم. کجایی عزیزم؟ چه خبر؟ قربونت شما خوبی؟ حالا خیلی وقته بچه‌ها اومده که بچه‌ها رفتن داخل یه ویدیو بازی داشتیم داخل و بعد دیگه منتظر شما تو تشریف بیارید در ان شاءالله. برنامه‌تون چیه امروز؟ برنامه‌مون با بچه‌ها همین که داخل یه نقاطی رو ما دیدیم. خب سنگ بعد یه پله‌هایی هست. بعد حالا پشت یه بام‌هایی وجود داره که میشه روش حرکات ورزشی خوبی انجام داد با بچه‌ها. خیلی چند تا دوچرخه امروز؟ امروز 10 تا هست. 10 تا 11. آم خود مدین ایران هم زدیم. تولید خود ماست. یعنی برای اولین بار توی دنیا خودمون داریم تولید می‌کنیم به نام کشور خودمون. خیلی هم عالی. خب ساختمان‌ها هم همینطور. کیفیتش چی با خارجی؟ فوق‌العاده. حتی خارجی‌ها درخواست داشتن برای جدی من فرانسه، اسپانیا، آلمان، انگلیس و حتی خود چین کشورها زیاد بودن موقعی که بخوام درخواستشون. بعد کیفیت لوازمی که ما داریم میزنیم حتی نمونه خارجیش بهتره، مقاومتش بالاتره، واقعا بالاتره. واقعا بالاتره. ظاهر کفش رو نتونیم خوب جمع کنیم. اینو من قبول دارم.
ولی سری جدید که داریم میزنیم داریم بهتر میزنیم. بعد شما زبانت خوب نیست؟ زبانم والای دوست دارم ایمان جهانگیر زبانش اونم خوب نیست، چون تو این لیسته که مینویسه یه چیزی اینجا هستش میشینم تو دوچرخه. خب زینش زین و سفارش نمیده. آره یه دقیقه تو دیکشنری اینا نگاه کنه زین چی میشه زین دوچرخه. آقا این چرخ بدین خدمتشون خواهد یه دوری بزنید، دور کوچولویی بزنید. خب دوربینا رو خاموش کنین، زمین خوردن من نبینید. البته خب نه زین نداره انداختن این چرخه. ما بدون کلا به هیچ وقت اجازه نمیدیم، اما خب شما را ما هستیم دور و بر. نه من چون کلا ندارم سخته میدونی. اینم پس بدون کلا به سوار نمیشه. ما یه دو همینجا سرازیری، اما خب خیلی سرازیریه. میرم ببین ترمز نگیره تا افسریه رفتی ها. شاید بچه‌ها سلام. سلام باشید. مرسی. آقا عزیزا جونم. با رفقا آشنا بشین. خب بچه همه اومدین؟ چند نفری؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 6 7 8 9 10 تا 10 تا دوچرخه سوار. آقا چرا زینا رو نیاوردید با خودتون؟ منم صبح بحث همین بود، زینا رو چرا نیاوردید؟ سازنده یادش رفته، بهش گفتیم یادش رفته بسازه دیگه. خب بچه ما مبتکرن، کارا خودشون رو کردن. تا ببینیم تا شب هم این حرفو میزنید. میپرسن ازتون سوال میپرسن، یعنی پروازم که میکنیم میایم یه جا دیگه باز زینش کن. بیزینس. بابا زین بگیریم. آره تک چرخم بلدی بزنی. بلدی حالا بزنی؟ نه دیگه زین نداره. ای بابا. بعضی میگن چه غلطی واقعا بزنی؟ میگن خودت میپره چرخه میپره. آقا اسم دوچرخه هاتون تریاله درسته؟ بعد ارزم حضورتون که الان دوچرخه‌هاتون کیه؟ برام با کی رفیقشم؟ سلام چطوری؟ علیرضا هستم. مهدی. قهرمانی؟ دستمو نشون بده. دسته قهرمانی گرفتم. بچه‌ها دونه دونه معرفی کنید بدونیم. من که علیرضا هستم. امید شما هم دونه دونه معرفی کنید بشناسیم هم دیگه رو. مهدی، آقا فرضیم. شایان، احمد، محمد، مهدی، مصطفی، الیاس، پیمان. پیمانو میشناسن. پیمان جز بهترین است. الان یه کار کرد من میکردم قلنج میکردم با دو چرخه تا اینجا اومد بالا. آره میریم حتما. جدی میگم. آره میری خیلی بالا. خیلی دوست دارم. من دوست دارم. 1 2 3 یا علی. آقا بچه‌های پارکورم دارن میان. ای بابا تو چرا اینجوری شدی؟ سلام. خوبی؟ کاندو چرا الان پاره کردی؟ یه دو هفته است علی. چه خبر؟ چطوری؟ چه خبر؟ بیا اینجا ببینم اومد. چه تاندون پاره. آقا سلام. بچه‌ها پارکور بچه‌ها. خیلی خوش الکی گفتم تریاله. خوش اومدید. حواستون هست نیست. امروز بچه‌های پارکور قراره در کنار دوستانشون در رشته دوچرخه تریال کلی خوش بگذرونن. ظاهراً این دو ورزش خیلی ارتباطی به هم ندارن، ولی چند درجه یا رو دست کم نگیرید، چون بالاخره راهی برای مرتبط کردنشون پیدا میکنن.
پارکوریا دارن میان دو چرخ سوارا پشت سرشون برنامه شروع شد. بیاین بچه‌ها اگه خیلی سخت و سنگین باشه سر صدا میکنم، جیغ میزنم، اصلا هیاهو میکنم، خیلی واقعا لذت میبرم از اون حرکت. مثلا چطوری؟ مثلا با داد زدن، شادی کردن، پریدن هوا. داده چطوریه؟ خیلی خوب بود. خیلی وقتا اگه فلسفه یک کاری رو ندونیم ممکنه به نظرمون عجیب و غریب بیاد، ولی با دونستن فلسفهش ممکنه ما هم جزء طرفدارای پر و پا قرص همون فعالیت بشیم. یکی از ورزش‌هایی که شاید فقط بالا و پایین پریدن از روی در و دیوار به نظر برسه و کمتر کسی بدون پشت این جنب و جوش و تلاش چه فکریه، پارکوره. دیوید بیل فرانسوی که بنیانگذار پارکور در کشورش میگه پارکور غلبه کردن بر تمامی موانعیه که پیش رومونه، درست مثل اینکه در شرایط اضطراری گیر کرده باشیم. پارکور مجموعی هدفمند و دارای فلسفه خاصه. هدف پارکور رسیدن به مقصد با استفاده از کاراترین، روانترین و مستقیمترین مسیر و مناسبترین حرکاته که میتونه شامل دویدن، پریدن، بالا رفتن و خزیدن باشه. آقا باریکلا ماشاءالله ماشاءالله آفرین باریکلا دو چرخ سوارا رو ببین ماشاءالله بیاین پیش من ببینم بچه‌ها بیاین پیش من بیاین دو چرخه بیام پایین خوبی چطوری خیلی عالی بود کارت عالی 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 بابا ماشاءالله خوبی بیاین ببینم خیلی خوب چطوری خسته نباش بچه‌ها بیاین اینجا اینا بیاین بچه‌ها پارکور بیاین اینجا پارکوریا آقا امروز چی داریم ماشاءالله دو چرخ سوارای تریال با بچهای پارکور آقا امروز برای اولین بار بود چه اتفاقی افتاد درسته برای برنامه چند درجه که بچهای پارکور و دوچرخه تریال همزمان در کار تا حالا پیش اومده همچین کاری کنید برای ادغام کردن یا هماهنگ بشید با هم؟ نه ولی تو بعضی برنامه‌ها شده. چه کاری مثلا انجام شده بوده؟ برای برنامه برج میلاد سال 93. همچین کار کرده بودید؟ بله دیگه پارکور و تریال و اسکیت بورد با هم قاطی بود. جالب بود نه؟ بله. یه میکس هم بود. ببین الان همتون اکستریم هستید درسته؟ یعنی هر کدومتون کارهای هیجان انگیز می‌کنید. یکی حالا شما وسیله ندارید از فیزیک بدنی استفاده می‌کنید شما از تخصص وسیله‌تون و حرفتون. باز هم بدن ولی خب شما یه دوچرخه اضافه تر دارید. اکستریم یه نوع آمادگی فکری که شما حالا چه وسیله چه بدن بتونید ازش استفاده کنید. یعنی یه قدرت فکری میخواد که شما تو طول اون تمرینات هم بدنتون قوی میشه هم روی اون وسیله و
حالا توی ورزش ما که بدنمون هستش، ما به بدنمون مسلط میشیم، بچه‌ها هم روی وسیله‌شون فکر میکنن. اعصاب عضله. یعنی هماهنگی اعصاب عضله‌تون رو دارید. حالا یا با وسیله یا بی وسیله. بی وسیله. میخوایی بالا پایین با هم دیگه یه سقوط آزاده چند متری؟ 5-6 متر. آقا بذار ما بیایم پایین پیش شما. بچه‌ها بالا پشتمونن توی هم نیفتن رو بالاره میخوان از اینجا برن من گوشه کمین کنم گوشه سینا بشینم را درها میخوایی بذاری برای خودمون؟ ببین خود ندیه بی انصافیه آره دیگه بالا پشتمون از اینجا میخوان بپرن با خدا اگه خدای نکرده بیفتن حداقل آره. دو تیم پارکور و دوچرخه تریال تمرین‌های اولیه رو در ارتفاعات شمال تهران در پارک جمشیدی شروع می‌کنند. این تمرینات روی پشت بوم یکی از ساختمان‌های پارک با ارتفاع حدود 6 متر انجام میشه. سخت که خب آره هم نه، ولی میشه گفتش یه جور زندگیه دیگه. زندگی هم توش سختی داره، هم آسونی داره، هم لذت داره، هم سختی خودشو داره. ظاهراً یکم گرم شدن و این تمرینات اولیه کمکشون میکنه که بتونن وارد مسیرهای سخت‌تر بشن. کم کم کارشون پیچیده تر میشه و به تناسب هیجان و جذابیت بیشتری رو هم تجربه میکنن. آقا خیلی خوبه برقمون جات کنم با بکن میشه رسته بری پشتمون بری پشتمون چیکار کردیش؟ چرا پنچر کردین جفتتون؟ آقا این دوچرخه‌ش اصلا بزرگتره. آره. چرا دوچرخه اصلا بزرگتره؟ چرا؟ تو رشته 26 آقای پیمان آزادی توی کشور قهرمان، تو رشته 20 آقای مصطفی عباسی داده. ایشون هم متفاوته. اینجوری نیست که هر دوچرخه‌اش دلش بخواد بزرگتر بشه تو یه مسابقه شرکت نمی‌کنی؟ مسئله یکیه ولی امتیازدهی دو تاست. یعنی 20 تا 20 جدا حساب. کلا دو تا رشته میشه تریال. خب 20 و 26 منظور سایز دوچرخه هاست. یه دونه 20 میارید؟ بچه‌ها یه 20 هم بیارید اینجا. 20 تا بیارید اینجا. اختلافشو ببینیم. این دوچرخه الان 20 درسته؟ کوچیک‌تر. اینا رو کود و آب میدن میشه اندازه‌ای. آره دیگه. نه اینجا به قد حساب می‌کنن. ماشاءالله همه قد بلندن. میذارید بیام بالاتر. چند سال کار می‌کنی؟ من رفتم تو 9 سال. 9 ساله حرفه‌ای شدی. چند سال تو ایران اومده تریال کسی میدونه؟ حالا تاریخش که تقریبا 15 سال پیش. حدود 15 سال پیش. توی پارک لاله‌زار. خب لاله‌زار اولین همایش تریال بود انجام شد که تیتر روزنامه میشه تریال سواران وارد شدن روی لاله‌زار. یعنی قبلش اومده بوده.
رسمیش 15 سال پیش نداشته بودیم. بعد از اون قضیه حالا دوستان کمک کردن اینا ما تونستیم یه گروهی درست کنیم که بتونیم مثلا تمرینات منظم بشه و نظم داشته باشه. بعد کم کم فدراسیون شکل میگیره و دوستان میان زحمت میکشن. فدراسیون دارید؟ بله الان تقریبا 8 سال 9 سال فدراسیون. رده‌های مسابقاتیتون چیه؟ مسابقات مقدماتی داریم، نیمه حرفه‌ای داریم و حرفه‌ای داریم. بخوای یه بار امتحان کنیم بعد نیست. خیلی جلوی فرمون. البته اینو بگم بدون کلاه به هیچ عنوان به کسی اجازه نمیدیم سوار دوچرخه بشه. حتی برای تمرین. خیلی جلوه. صندلیه رو نمیریم به چرخه. آره دوچرخه بده همقدر من باشه. یه جامپ بزنیم بالا. چرا بزنم؟ همش انقدر جلو فرموناتون. علی بدن تو بکش عقب‌تر بالا وای میستی. بکش عقب. یکم بیشتر باید. آره. آری کلا. یه پرش هم بزن کانگارو. علی فقط از اینجا نپری یا میری پایین. ارتفاع خیلی بلندی داریم ما. چیا؟ ارتفاع خیلی بلندی مراقب باشید. بعد ایمنی رو در اول رعایت کنیم. بیما یه ارتفاع بگیر. یه ارتفاع بگیره. ببین رو ارتفاع چند میره بالا. از بغل وایسا، از بغل ببینه تو رو. خیلی عقب نه. آقا علیزه یکی عقب تا یا برو مثلا منه. آقا من روی کاپ جدا میشه. مشکلی که همیشه دارم میپرم دوچرخه جا میمونه. آره ما چون ارتفاع چیز خیلی بالا میپریم که چرخه جا میمونه. نه واقعا دوچرخه جا میمونه. نخورم سر صورتتون. واسه برم بیا دوباره نشد. این خیلی سخت تره به نظر من. تو فهمونش جلوتره پایین‌تره. آره. مثلا نه که همه چیش فرق داره. پریدن میشه. دفعه اولی تو تونستی تعادل خیلی خوبی داشتی و عالی بود. مرسی. روی مداری داری نفس میکشی، دور خودت چطوری قفس میکشی، گرمه دلی که دوره کرده، عشقو بفرست که بر میگرده. هی هی تو بگو چند درجه، از 0 تا 100 درجه. هی هی تو بگو چند درجه، از 0 تا 100 درجه. دم و سنج دل تو روشن کن و برو جلو، همیشه عاشق تر و گرمای عشق به تو برمیگرده. آخه درجه درجه تو رو دوره کرده. هی هی تو بگو چند درجه، از 0 تا 100 درجه. هی هی تو بگو چند درجه، از 0 تا 100 درجه. بچه هیجان انگیزترین کاری که انجام دادی چی بوده تو پارکور؟ زیاد بوده مسلما، کم نبوده. یه چیزیش که مثلا وقتی انجام شده اینجوری کنی. ایول. خب مثلا مخاطب یه اصطلاحاتی هم هستش. خب مثلا وایسا آویزون می‌کردن یکی از رفیقام از طبقه 5 با یه دست. مثلا اینو من فیلمش تو گوشیش دیدم. طول خیابون استرس 2 لاین بود. به کدوم یکی از دوستان اعتماد داری؟ طول یه خیابون بود که 2 لاین فاصله‌اش بود. بعد یه ارتفاعی بود. اونو پریدم، خیلی آدرنالین زیادی هم ترشح شد. بچه‌ها شما چی؟ سالم رسیدی حالا؟ آره. بچه‌ها دوچرخه شما چی هیجان انگیزترین کاری که انجام دادی؟ خاص‌ترین حرکتتون یک ترانس بود، تقریبا 2 متر ارتفاع داشت در 3.5 طول. خب لبه جدولی بود، اینو پریدم با چرخ عقب کندم. 2 متر پریدی؟ 2 متر ارتفاع دست. الان امتحان میگیریم اینجا. اینا همشون امتحان دارن.
علیرضا بذار سیر من بیمه نگاه کنم. ندارم. 2 بار دندم شکسته، 1 بار پام شکسته. فقط استرس دست بهم بدی میریزم زمین. تموم شد. استرس داره. علیرضا بذار آخرین بار سیر نگاه کنم تو سالم بودم. هیچ راحت اینجا اینجوری خوبه. بیا این بر آقا این خب نه جوابه ها چند بار سرد بالا نیا پاهم باز کنم باز کن پاتو باز کن دست بزن باز اینجوری خب بیشتر باز اینجا شیوه هم داره من ببینم چیکار میکنه نه بذار نبینی ببینی بدتره علی آره بذار فیلمشو بعداً ببینم بچا با گوشی بگیرید بعداً ببینم یعنی ببینی بیشتر میترسی میشه یه دفعه حواست نباشه از روش رد شی آره نه اونو بذار واسه امید خدا رو شکر بعد یه سوالی تا حالا از رو کسی رد شدی آره کی زیاد شده حله از خودم خوشحالم که رو سفیدم دور تهیه کننده فقط زنگ بزنید چیز بیارن برانکارد و این مسائل بیارن 2 تام بخوابن رد میشی ساسا میخوای حالا تو جای من باشی خیلی لذت داره آره چرا ببین هیچی نمیشه اومدم آقا یه سری میره بعد منم میخوام یه 2 نفر علیرضا جان من به شما پیوستم شایان یه کار میگم بکن لاستیکتو بذار نترس بعد چیزاشو بکش کنار خب امید منم بغلتم یه تر بهش دادم نترس یا یه تر بهش دادم نگاه کن تر رو یه نفر بلند رو دماغ کدومتون بزن دماغ امید بهتره ولی بیا رو دماغ خودم بذاری میترسه میزن خوبه مو نداری آقا قبوله بعدم میبینم چیکار کردی دستکشش پارکورشی خب پارکوریا هنوز داری تدارک میبین باریکلا دستت کجاش خورد خون ریزی مغزی چیزی نمیشه ضربه گیر داره یا تموم شد یکی دیگه مریض ردی لطفا یه دونه دیگه نداریم مریم آقا قصر باشی خیلی خوب بود عالی یه جایی رفته عجیب غریب ها آره بیا از این بالا دیدی؟ بیا بذار علی برسه یه جای عجیب غریبی رفتن خیلی باحاله من از این بالا دیدم خیلی جالبه فقط باید بریم فراشو پیدا کنیم فکر میکنم از این ور باید بریم آره آقا بچه‌ها یه کار خیلی جالب دارن میکنن یه ترکیب خیلی سنگین دارن میکنن بچه‌های پارکور و بچه تریال یه جایی رو پیدا کردن که این دفعه به جایی که برن پایین میخوان بیان بالا صعود کنه آره دوا صعود میخوان کنن دیگه کار سنگینه بریم ببینیم به چه صورته ما قراره تمرین بکنیم تمرین چی دوچرخه و پارکور همزمان اینا که پارکور کارا دارن تریال کار میکنن پارکور کارا تمام تریال شدن
برو اول. بچه پارکور تریال با هم اینجا حرکت میزنن. تریال از این من میان پایین، ما وسطشون رد میشیم و دیگه میریم. ببینم این الان مسیر یه خورده پیچیده نیست با این ارتفاع؟ چرا؟ جاش هم زیاد جالب نیست ولی خب میزنیم. جالب یعنی چی؟ یعنی مناسب کار ما نیست. خطرناکه؟ خطرناک نه نیست ولی میتونه باشه. یعنی ما مراقب باشیم دیگه، حرکات سخت و سنگین نباید بزنیم. اینجوری. فکر می‌کنی چقدر طول می‌کشه بالا رفتن و پایین اومدن؟ برای ما؟ آره. یه 30 ثانیه از اون ور به این ور. شاید کمتر. نهایت 30 ثانیه تو کش آفرین میایم بالا؟ شاید کمتر. خیلی کمتر از 30 ثانیه، مثلا 20 ثانیه. الان این ارتفاع چقدر تقریبا؟ شروع شد. ولی دنبال میره. 10 متر هست؟ نه. 3-4 متر. 4 متر؟ این ارتفاع 4 متر الان؟ نمیدونم والا اصلا. ببینم اصلا ارتفاع دیگه به چشم شما نمیاد. اصلا نمیبینید ارتفاعو؟ اینو ما اصلا این ذره رو ما پله میدونیم. پله میدونیم. اینجوری میریم پایین. اون سنگر هم بردارم. محمد یکی بچه خوب پارکوره، بعد که یه توضیح بده چی شد خودت؟ من راستیتش توی خود این ورزش آسیبو ندیدم. توی بدنسازی این ورزش زیادی فشار آوردم دیگه. تو آماده سازی بوده؟ آره، استراحتم کم بود، فشارم زیاد بود، بعد دیگه تاندون عضله پاره کردم. خودمونی بگیم یکم اشتباه خودت بوده، یعنی ورزش خطری نداره. یعنی تو پارکور یکی من گرم کردنم مشکل داشت. گرم نکردی تقریبا گرم نبودم رفتم. حرکت سنگین شروع کردم. من اصلا شب قبلش خوابم کم بود. اینا خیلی تاثیر داره اینا. توی پاره کردن ربات و تاندون خواب خیلی مهمه. اکثر کسایی که آسیب میبینن سر نادیده گرفتن چیزای خودشونه، کارهای خودشونه. اصلا ورزش یه جاشه، علم ورزش یه جای دیگه است. یعنی حالا ما اولش که پارکور شروع کردیم هیچی خب اولش یه چیزی شروع کنه علمشو نداره. ولی هر چی که پیش رفت ما فهمیدیم که ببینید مطمئنا گرم کردن توی هر ورزشی خیلی مهمه. مهمتر از اون سرد کردن درست. یعنی شما عضلاتتون واقعا نیاز دارن به سرد کردن. مهمتر از همه اینا ریکاوریه. یعنی شما باید به بدنتون یه استراحتی بدید. یعنی من که خودم مثلا حالا روزی 6 ساعت 7 ساعت ورزش میکنم، هفته 2 روز استراحت دارم، هر 3 هفته هم 5 روز استراحت میکنم کامل. روی برنامه‌ریزی. آره روی برنامه‌ریزی کامل. به هر حال تلاش شده دو ورزشی که ذاتاً در ارتباط با هم نیستند با یک برنامه‌ریزی به هم نزدیک بشن. احتمالاً برای خود ورزشکارها هم این ترکیب جذابه. قلبم خونتا میزنه. کجا رفته؟ اون بغلش 5-6 متر ارتفاعه. تو لبه وایسید یه اشتباه کوچیک میفته پایین. جاش خوبه؟ راحتی؟ خب اگه کسی بخواد به پارکور علاقه داشته باشه، بخواد یاد بگیره، با استقبال تمام بهش یاد میدم، هم بهش پیشنهاد میکنم که بره تو این کار، ولی احتیاط شرط اوله تو هر ورزش. حاضر باشید؟ همه حاضر؟ 3 2 1 برو!
تریال انتخاب کردم به خاطری که هم هیجان داره هم خاصه، یعنی به خاطر حرکتایی که زده میشه کمتر کسی میتونه این کمتر کسی همچین توانایی داره که همچین کاری رو انجام بده، برای همین انتخابش کردم. با دوچرخه تریال در سربالایی ها هم امکان رکاب زدن وجود داره. در تریال اصل بر حفظ تعادله و برای رسیدن به تعادل مطلوب تنه این دوچرخه ها کوتاه و دارای شیب زیاده. این ویژگی های ظاهری راهی برای تشخیص دوچرخه تریال از سایر دوچرخه هاست. دیدم سرده هوا نه؟ بارون یه نمه ریز داره بارون میاد ولی حالا نمیگیره، میریم تا یه جای دیگه. چجوری بود اینجا به نظر خودتون؟ سخت بود یکم نه؟ جای سختی بود برای پارکور. چرا؟ برای رشته ما زیاد جای خاصی نداره، بیشتر برای تریال اینا خوبه. حد دشواری داشت. چه دشواری داشت؟ چرا مگه فرقش چیه؟ فرق داره زمین حالا چیزی نمیشه. ما اینجوری نه دیگه اینا ها چیزی نمیشه. ولی تجربه جالبی بود. حالا همچین ترکیبی رفتین چجوری بود؟ تا حالا تجربه‌اش نداشتم. جدی خوب بود. دوست داشتی یه دونه بزنی بیافتن پایین زودتر برسید بالا. چشاشو میخوندن. نه مسلما واسه خودم هم مشکل پیش میومد. خب بچه‌ها رفتن بالا، بریم ببینیم چیکار می‌کنن. بریم شاید اینجا بهتر باشه. بریم آقا بریم. کلا اینا راه صافن نمیخوام بیان نمیتونم دیگه. همش بعد از یه جایی بپرن. امید بیا.
بچه راه صاف میتونین برین کلا تو زندگیتون؟ مثلا 100 متر صاف برین. صاف برین 100 متر رو. قبول دارم که اصلا صاف نمیبینید. تو مترو میرین سخته ها. میلان هستم من کلا آویزون میبینم. ترکیب فعالیت‌های بخش‌های پارکور و دوچرخه تریال میتونه روی سنگچین‌های کنار استخر پر از آب حوادث جالبی رو به وجود بیاره. چون معمولا هر کدوم از این گروه ها به تنهایی ورزششون رو انجام میدن و حالا که با هم هستن احتمال خطا بالا میره و نتیجهش میشه افتادن توی آب که تصور نمی کنم خیلی هم از این حوادث احساس ناخوشایندی داشته باشن. ظاهراً چند درجه یا بدون اینکه بخوان 3 ورزش رو با هم ترکیب کردن، یعنی علاوه بر دوچرخه تریال و پارکور شنا هم در این قسمت داریم. ماشاءالله عالی. آفرین. بعد از کلی بازی و تمرین و گرم شدن حالا باید وارد اصلی ترین قسمت کار بشن. توی فضای آمفی‌تئاتر پارک از لبه های صندلی ها بالا و پایین میرن که انصافاً کار ساده ای نیست. البته این ورزشکارا بعد از کلی تمرین به این درجه رسیدن که میتونن بدون مشکل و آسیب دیدن با رعایت همه موارد ایمنی قابلیت هاشون رو به نمایش بذارن. پس لطفاً تصور نکنید کار ساده‌ایه و بدون انجام حرکات اصولی زیر نظر مربی همچین کاری رو انجام ندید. میگم چیکار میکنیم؟ میگه اینا که هست. میپریم میریم پایین، میپریم میایم بالا، میریم اونور میپریم پایین، میپریم بالا، بعد از اونور میپریم بالا، میپریم میریم پایین. همش پریدن بود. همه تو بیاین اینجا ببینم. همه بیاین اینجا. دو چرخه آفرین. تریالی بیاید اینجا. همه تو تریالی بیاید اینجا. باریکلا این خیلی خوب بود. ماشاءالله. بابا آفرین خیلی خوب بود. باریکلا خیلی خوب بود. آقا چند تا تو میتونی کار کنی؟ آره چند تا میتونی کار کنی؟ بچه‌ها تریالا گرم شدی یا؟ آره الان بهت میگم. مصوم چطوری وضعیت؟ خوبه؟ خب الان خوبی همه گرم شدی؟ چرخش بزرگتره حالا باید باد بزنه. خب بچه پارکور 1 2 3 4 تا مونده. خب بچه حاضری؟ آماده بچه‌ها؟ آقا این گوی میدان همگی حاضر؟ پارکور ها بیان ببینم. آقا کی میخواد داره؟ دو چرخ سواره پارکوری ها آمادن. پارکوری ها آمادن آقا راست میگه. نکن چی کار میخوای تو کنی؟ سایت پرست دیگه. تو چی؟ اینو دارم بالا. من میرم رو اون صندلیه وبسر میذارم. آقا هر کاری که دیگه بلدید بکنید. ببینم چی کار میکنین. هر کی تو چند تا دارین رو کاری. آماده این بچه‌ها؟ بیا اینجا میسا پیش من. آماده اید؟ بریم. هر جوری دوست دارید اینجا برای شما. هر کاری میخواید بکنید. هر کاری داشتین. نشونشون بدید چی بلدید. حاضر؟ 1 2 3
دست بزن براشون. خب بچه‌ها دو چرخه آماده دو چرخه بیان جلو. حالا نوبتا تیم ما. دیدی اینجا تیم ما. تیم ما بیاد جلو. تیم ما بیاد. بیاین. بچه‌ها دیدید چیکار کردن؟ یعنی اینجا رو بخورید دیگه ببین. بچه‌ها می‌خواید صندلی‌ها رو بجوید بریم بالا. نفری یه صندلی برید. نفری دو تا صندلی بیاد، 20 صندلی کلا برید. خب بریم. بچه‌ها دیوارم واقع نشینا. بریم. 1 2 3 بار ماشاءالله. داری نفس میکشی دور خودت چطوری قفس میکشی گرمه دلی که دوره کرده عشقو بفرست که بر میگرده هی تو بگو چند درجه از 0 تا 100 درجه هی تو بگو چند درجه از 0 تا 100 درجه دم و سنج دل تو روشن کن و برو جلو همیشه عاشق تر و گرمای عشق به تو برمیگرده آخه درجه تو رو دوره کرده هی تو بگو چند درجه از 0 تا 100 درجه هی تو بگو چند درجه از 0 تا 100 درجه باریکالله. من مدتی که پارکور کار میکردم تو برنامه قبل دیده بودید که یه چند دقیقه کار کردم یه جا پریدم پایین 2 ماه استراحت کردم. مدلی که اینجوری میپره ما میپریم راحت پارکور کاریم. امید بیا برو بالا بپر. بیا برو بالا بپر. یکی منو بگیره. باشه وایسا. کجا رفت؟ امید میخوای بریم عقب‌تر؟ نه ریا میشه بیشتر از اون. نه نمیخوام. میخوای ملقم بزنم؟ نه. ببین بچه‌ها من هر چی میگم فقط بگین نه. ماشین برای بیمارستان هست. بچه‌ها مردونه هر چی گفتم بگین نه. میخوای ملقم بزنم؟ میخوای عمودی به پارم 3 تا پشت بگین نه. من بچه‌ها میخوای اصلا عادی بیام آموزشی میخوای نیام خب من باید دورخیز کنم آخه صبح هم حادثه داشت آخه تو راه عادی خورس زمین صبح اینکه شکست حالا امسال میخوای بیام کمکت؟ خب بچه خواست مثلا بخواست بفرن همه پشت رو شید خب همین برگرد اصلا نیوش کنیم خب آماده ای؟ آماده ای هر که من برگردیم مثلا با خواهم صحبت کنیم 3 2 1 بیا برو 3 2 وایسا 2 1 بیا رو شاخه گیر کردم رفتم بالا رو شاخه گیر کردم برو بشین کنارستان؟ آره من حواسشو پرت کردم ظاهر نشه دست من اومدم
الان اینجا سایت میزنیم نفر به نفر. خب از همدیگه رد میشیم همون نفر آخری که سایدش تموم کرد با هم دیگه وارد. از اینجا به سمت بالا یعنی نه اینجا میزنید. خب یه دونه از اینجا میزنه اینجا میشینه. بعد نفر اول پاسپورت بندی رفتیم. هر کدوم یه حرکت میزنید که بله امروز با پارکوریا تونستیم مشق بشیم تو کارمون، خیلی تونستیم ازشون هم کمک بگیریم هم یه حرکات جالبی بکنیم. آقا دمتون گرم، خیلی خوب بود. چرخ مال کیه؟ خیلی خوب بود، عالی. آقا نفوذی توشون داره. زیاد شدن نه؟ بچه دمتون گرم، خیلی حرکت خوب می‌زدید. این چیه؟ آب مال کیه؟ بخوریم. من کی تشت است؟ خب خدا رو شکر. آقا ذکر کسی تشتش نیست. بچه راضی بودی؟ عالی بود. از اینکه با هم کار کردید خیلی نظرتون خوب بود، مساعد بود. آره فقط هوا خوب نبود. هوا هم خوبه، حالا کم بارون میاد دیگه. طبیعت بهاره. آقا از همگیتون ممنونیم. مخصوصا آقای نورزی. آقا نورزی تشریف بیارید. آقا یکی از زحمتکشای بچهای تریال هستن. آقا بچه‌تون چطور بودن؟ شکر خدا همیشه خوب بودن، امروز هم بهتر روزای گذشته. مخصوصا بچه پارکوریا که فوق‌العاده بود، از همه‌شون تشکر کنید. بچه‌ها خسته نباشید. مرسی خسته نباشید. آقا هر پیست مشترک بزنید. کلا اصلا دیگه داشته باشید برنامه. تمرین کنیم، کار کنیم. بچه‌ها باشن استقبال می‌کنیم ازشون و مشاورانه منتظر دیدن جای دیگه هستیم و ببینیمشون در کنار خودمون. بازم باشون فعالیت می‌کنید؟ اصلا برای کار نمایشی، برای مسابقه، برای کار داشته حتما با هم همکاری خواهیم کرد. در آینده بسیار نزدیک. آقا امروز خیلی زحمت کشیدن. امروز بچه‌ها رو هندل کردن، کلا برنامه‌ریزیاشون کردن، طراحی‌ها، هماهنگی‌ها، خیلی زحمت کشیدن. ما باید از شما و دیگر دوستان تشکر کنم، واقعا وقتتون رو گذاشتید دور هم جمع کردین بچه‌ها رو و سعی تلاشتون اینه که این ورزش تریال و ورزش‌های دیگر رو بروز کنید. بچه‌ها به ما که خیلی خوش گذشت، به شما هم خوش گذشت؟ مرسی از همتون بابت زحمتی کشیدین اومدیم امروز. خیلی خوشحالیم از اینکه برنامه خیلی خوب داشته باشیم. به رسم یادگاری یه عکس یادگاری بگیرم. من از اونجا که دوست دارم جمع شین بچه‌ها با دو تا کچل عکس یادگاری تو الان بچگی عکس دوست داشتم، دست خودم نیست. بچه‌ها جمع شین، من این ذره بیام جلوتر. اون چیزش کو یه چیزی داشت کو. اون دو چرخه همونجا خوبه، نگهدار. 3 این بر محسنی. وایسی 2 1 بگید حبیب. بگیم بیرید. آقا بزن افتخار خودتون. قد رویاته خورشید فردا توی دستاته همین حالا شروع کن دوباره آرزو کن همه برگاتو رو کن جادو کن با موج مثبتی که تو صداته
شادی و آرامش تو نفساته، تو تب و تاب رویا هر جوری دوست داری باش، بزن به کوه و دریا جاری باش. تو میتونی خم نشو کم نشو کم نیار، محکم باش و محکم قدم بردار، چشماتو با کن با عشق و امید راهو پیدا کن، راهی که پیش پاته آغاز جاده رویاهاته، اخماتو با کن بذار درای بسته باشه، کلیدای گم شده پیداشه، با موج مثبتی که تو صداته، شادی و آرامش تو نفساته، چند درجه دمای این تب و بالا ببر، شب رسیدن به یک آینده روشن‌تر.